سلام، اسم من ژاکان باران ایلامی، اهل ایل کرد ملکشاهی، متولد سال 1361 هستم. حدود 5 سال شعر میگم و بیشتر در رمایه اشعارم سیاسی اجتماعی یا حتی اگر عاشقانه هم نوشتم عاشقانه سیاسی یا عاشقانه اجتماعی بوده. بیشتر به مشکلات اقتصادی، مشکلات خودکشی، بیکاری، فقر، مواد مخدر. وزارت اطلاعات حدود 1 سالی میشه که فشار زیادی روی من و خانواده‌ام آورده، از تهدید گرفته تا تلفن‌های مشکوک بهمون میشه، از بدنام کردن در شهرمون تا احضاریه ها، دادگاه رفتن، سازمان اطلاعات رفتن و هزار مشکلات که برام پیش آوردن. دی ماه پارسال هم 15 اتهام به من زدن و حدود 15 شبی هم منو زندانی کردن. الانم با وثیقه بیرونم و توی این 1 سال من نترسیدم و باز به نوشتن اشعار ادامه دادم. اشعارم رو سیاسی اجتماعی انتخاب کردم. برای همین تلفن‌های تهدیدآمیز، پیام‌های تهدیدآمیز زیادی داشتم، از ترور گرفته تا سربریز کردن یا حتی جدیداً هم توسط افرادی که دارن برام خبر آوردن که ممکنه منو سوزن به من بزنن، از این بدتر هم کنن. من که روی صندلی چرخ دارم همونطور که میدونید و 26 پیچ توی کمرم هستش با 2 میلیمتری. لگن چپم هم کاملا تخریب شده، بایستی مصنوعی بذارم. استخون ران پام هم همینطور، مچ پای چپم هم همینطور، کلیه راستم هم از دست دادم. مشکلات زیادی دارم، ولی با این حال وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه همیشه منو تهدید میکنن. الانم 2 تا وکیل دارم، وکیلام دارن روی این پرونده کار میکنن، ولی اون 3 جرمی که به زعم خودشون ثابت شده و میخوان برام حکم بدن امکان داره از 5 تا 6 سال برام زندون بیاد. 3 حکمی هست که دیگه کارشون نمیشه کرد و به زعم خودشون ثابت شد. من هویت و تاریخ خودم را دارم. در طول قرنها هیچ وقت در برابر ظلم و ستم شاه‌ها، پادشاه‌ها، دیکتاتورها مردم من کوتاه نیومدن، تسلیم نشدن و امروز هم نمیشن. من هم نمیشم، با اینکه مشکلات زیادی دارم ولی هیچگاه تسلیم نمیشم. از شما میخوام، از تک تک شما میخوام که صدای من و تصویر من را دارید. شما هم اگه ظلم، ستم و ناعدالتی میبینید، شما هم بی صدا ننشینید. من به عنوان یک شاعر از حق آزادی بیان استفاده کردم و علیه ظلم و ستم شعر نوشتم. ظلم و ستمی که در حق مردمم شده. حدود 2 ماه پیش وقتی که جلسات دادگاهم به آخرش نزدیک میشد، داستان پرونده به من پیشنهاد پول میلیونی داد و ویلچر برقی و عمل رایگان کمر و پام. در قبالش من بایستی سکوت میکردم و شعر کردی و فارسی که بیشتر مد نظر ایشون شعر کردی بود نمیسم و از درد و رنج مردم و ملتم نگم. و من بلافاصله در حضور وکیلم رد کردم. حتی به من گفت برو فردا و پس فردا بیا. من کاملا رد کردم. به همین خاطر رفتم و اون رو توی پیج اینستاگرامم انتشار دادم و جلسه بعدی دقیقاً روی لجبازی و این که من پیشنهاد اون رو رد کردم و انتقال دادم به مردم، 3 کار مجرمانه برای من رد کرد که منتظر حکمش هستم. و این تمام ماجرا نبود. متاسفانه توسط افرادی که دارن در محله و منطقه چو انداختن که من 400 میلیون از گروه‌های اپوزیسیون کردی پول دریافت کردم که یه جورایی میخوان روی کار زشت خودشون سرپوش بذارن و افکار عمومی رو به طرفی بکشن که من قلم و شرافتم را فروختم، در حالی که من اگر قرار بود بفروشم شرف قلمم را به خودشون میفروختم که دردسر قانونی هم نداشته باشه. اما من این کار را نکردم به این خاطر که من یک فرد عادی نیستم. وقتی شاعرم من نمیتونم به جامعه شاعرها خیانت کنم.
به این همه شاعر که شعر می نویسن، یا به مردمم که کرد هستن، یا به شهر خودم که ملک شاهیه، یا به ایلام، اگه من معامله می کردم و شرافت قلمم را می فروختم، بدون شک دیگر هیچ کس توی این سرزمین به شاعر، به نویسنده، به هنرمند اعتماد نمی کرد. علیه ظلم و ستم شعر نوشتم. من پیشنهاد پول اونا را رد کردم. پس بایستی زندون برم، بایستی قلمم ساکت بشه و این را مردم باید متوجه بشن. باید نگذارن که قلم کسانی مثل من ساکت بشه که بعدها کسایی نتونن حرف بزنن. من و شاعرای دیگه که الان در زندان هستن، شاعر عزیز بختیاری که الان در زندان است، یا شاعران دیگری که در ایران زندانی شدن، آیا حق شاعر زندانه؟ آیا شاعر بایستی در زندان باشه؟ آیا نویسندگان حق انتقاد از حکومت ایران رو ندارن یا هر حکومت دیگر؟ من از نهادهای بین‌المللی و سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل میخوام هر جوری شده صدای شاعرها و نویسنده ها باشن. جای شاعر و نویسنده در زندان نیست. ثروت سرزمین من هر ثانیه به تاراج میره. پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر میشن. مردم ایلام آمار بالاترین خودکشی را دارن، آمار بالاترین بیکاری را دارن. من در شعرهایم به کسی توهین نکردم. از فقر و فلاکتی که مردمم دچارش هستن حرف میزنم. از این همه فساد، از این همه راندخاری، از این که خانواده‌ای هستن پول ندارن نان بخرن، اما نفت و گاز ما را هر روز به تاراج میبرن. وقتی میای از فقر و فلاکت مردمت شعر مینویسی، بایستی بری زندان؟ این عدالته؟ من ژاکان باران هستم، کردستانی، اهل ایلام، ایل ملکشاهی، یا به قول اسم فارسی حسین باقریه. من یه شاعر هستم که شعر آزادی خانه می نویسم، اما دولت 15 تا 13 اتهام زد که به زعم خودشون 3 تاشون رو ثابت کرد: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب. و در همین راستا هم پارسال اومد حدود 15 شب من رو زندونی کرد، با اینکه روی صندلی چرخدار هستم، کلیه راست ما از دست دادم، کمرم هم عمل جراحی کردم، حدود 26 تا پیچ و مهره تو کمرم هستش و 2 میله نیمتری هم تو کمرمه. نمیتونم راه برم، سالهاست نمیتونم راه برم. لگن چپم با استخون چپم تخلیق شده که نیاز به عمل جراحی داره، بایستی اونو کامل در بیارم و مصنوعی بذارم. مچ پای چپم هم همینطور. با این حال منو 15 شب زندانی کرد، تنها به خاطر این که از شعرهای من خوششون نیومد. الانم طبق همون پرونده به زعم خودشون 3 تا اتهام رو ثابت کردم و تنها به این خاطر که کردم، شعر کردی میگم، در شعرام از آزادی خواهی گفتم، از زنان مبارز کرد گفتم، از درد و رنج ملت کرد گفتم، از چاه‌های نفتی که چه در زمین کرد چه مار جاهای دیگه میبرن، به تاراج میبرن. شعر نوشتم، از بلوچ‌ها شعر نوشتم. برای ما هیچ فرقی نمیکنه، ما نژاد پرست نیستیم، برامون فرقی نداره. ما ملت‌هایی هستیم درون یک ملت، اما دولت قبول نمیکنه و تنها میگه یک ملت وجود داره، در حالی که حق اعراب ضایع میکنه، حق ترک‌ها رو، حق بلوچ‌ها رو، حق کردها رو، و تنها فقط خودش رو قبول داره. به همین خاطر چون من یک کردم و شعرهای کردی نوشتم، میخواد منو زندون کنه و احتمال داره از 3 تا 5 سال حتی بیشتر منو زندونی کنه، تنها به این خاطر که شعرهای من باب میل آقایون نیست. و من نمیترسم از بزرگان مردمم، از مملکتم، از کردها، از این همه قهرمان‌هایی که داشتیم یاد گرفتم که هیچ وقت نترسم، حتی اگر زندونیم کنن، حتی اگر منو اعدام کنن، شکنجه کنن. ما در طول تاریخ همینجور مرگ داشتیم.